موجود سبز به طرف مسیل کو. بله رئیس. فکرت به او بادنجان لوده باشه. او بسیار ایله است. ما را دگیر نته. می زیر نظر دارم رئیس. غمت نباشه پاس با خطا کنه خوراک انسان ها میشه. دیدی گفتم کار آسان است، هیچ کس نفهمید. آره والله امشب خیلی راحت بود، اصلا زحمت نکشیدیم. مادر جان، بعد از 5 سال بخیر موفق شدم دکان لباس فروشی خود بخیر باز کنم. سلکو چقدر لباس ها مقبول هستند. مرچ جان دخترم مبارک باشه. از بادنجان لوچک چی خبر؟ هنوز در بندی خانه است؟ بله مادر جان، هنوز در بندی خانه است. مه وکیل گرفتم برایش که از دیپورت کردنش جلوگیری بکن. تو همیشه میخواستی مرا سرزنش بکنی به نام غیرت. من شرمندم. ولی حقیقت اینه تو از آزادی من میترسیدی. نه، من به تو وکیل گرفتم که از اینجا خلاص شوی، دیگه به افغانستان خراب شده برنگردی.